به شعبه وزارت کورای داخلی یک در نوعه فردوسی با عریضه زن 43 ساله ساکن نوعه مومن آباد مراجعت نموده است که 30 آگوست سال 2023 تقریبا ساعت 13:30 هنگام در کوچه سعدی شیروزی پایتخت قرار داشتنش شخصان نامعلوم به طریق آشکارا از دستش همیونش را که در داخل آن 7000 سامانی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، نابالغ 17 ساله ساکن نویه واسه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کورای داخلی در شهر بختر با عریضه مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 30 آگوست سال 2023 تخمیناً ساعت 11:00 شخص نامعلوم به طریق پنهانی به نقطه فروش سوزشواری واقع در کوچه قزاقان پایتخت در آمده از خزینه‌اش 5000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، نابالغ 17 ساله ساکن نویه دنغره همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.